بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس هفتم، اسم القدوس الله سبحانه وتعالى. القدوس یکی از اسماء الله الحسنى هست و خود کلمه القدوس در زبان عربی وقتی که استعمال میشه این صیغه مبالغه هست به وزن فعول و که اصل از او همو قدس می باشه و کلمه قدس ای در لغت اول به معنای طاهر یا پاک هست. مثلا وقتی ما میگیم که بیت المقدس یعنی حدیرة القدس، میگیم حدیرة القدس یعنی جای پاک. پس کلمه قدس هم به معنای پاک میه و هم به معنای پاک کننده میه و بیت المقدس میگن. بیت المقدس چرا ایره میگن؟ میگن به خاطر خانه ای که این طبعا مسجد است، این خانه این جایی هست که انسان پاک میسازه از گناه ها. و دیگه معنای قدس به معنای مبارک هست. الارض المقدسه میگه سرزمین مقدس است. و سوم به معنای منزه و خالی از عیب ها، یک چیزی که پاک باشه و از عیب ها خالی باشه او را هم چی میگن؟ او را هم چی میگن؟ التقدیس. مثلا میگه عرب ها میگن التقدیس و تنزیه الله عز و جل، میگه تقدیس به معنای تنزیه و پاکی الله سبحانه و تعالی. خب بعد از اینکه فهمیدیم که کلمه القدس به معنای پاک، به معنای پاک کننده و به معنای مبارک است، عالمین در اسماء الله الحسنى ببینیم که اسم القدوس الله سبحانه و تعالی ای چی دلالت داره و ما چه قسم ای نام الله سبحانه و تعالی را ما و شما بشناسیم. در تعریفش میگیم که القدوس اسم من اسماء الله الحسنى، یعنی قدوس کسی یکی از اسماء الله الحسنى هست. یدل علی من هو المبارک، دلالت میکنه اول به ذاتی که او مبارک هست. المتصف بجميع صفات الكمال من العظمة والمجد، اولش المبارک شد، دومش متصف است به تمامی صفات چی؟ صفات کمال، یعنی ذاتی که دارای تمامی صفات کمال هست، عظمت و بزرگی هست. و سوم و طاهر من العیوب و النواقص فی ذاته و صفاته و افعاله و احکامه. سوم به ذات اطلاق میشه که او پاک هست از تمامی نقصان ها و از تمامی عیب ها در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در احکامش، در کل آنچه که مربوط به او میشه او چی هستن؟ ای از تمام عیب ها و نقصان ها پاک است. و چهارمی نقطه که در اینجا هست چی است؟ والمتنزه ان یقاربه او یماثله احد فی شیء من الکمال. دیگه الله سبحانه و تعالی پاک است از اینکه کسی با او قریب شوه یا مثل شوه یا مانند شوه یا مثال از او شوه، از تمام این چیزها پاک است. اینال اینجا در این تعریف وقتی که ما و شما خواندیم، اول گفتیم که از قدوس از جمله اسم از اسماء الله الحسنى هست. دلیلش چی است؟ در قرآن عظیم شان الله سبحانه و تعالی میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. از سوره حشر در سوره حشر در آیت 23 در سوره حشر در آیت 23 الله سبحانه و تعالی نام قدوس خود ذکر کرده که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. خب حال میگیم که مثلا در خود اسم القدوس الله سبحانه و تعالی 4 مفهوم داره که باید اون انسان بفهمه و خالق خود بشناسه. اول الله را قدوس میگن به خاطر که هو المبارک، به خاطر از اینکه الله مبارک است. علامه طبری رحمه الله در تفسیرش به نام جامع البیان فی تأویل القرآن، علامه ابن جریر طبری این میگه از قتاده که یک تابعی هست و از مفسرین قرآن است، از اون میگه روایت است که القدوس یعنی المبارک، یعنی میگه
اسم القدوس الله به معنای مبارک هست. و علامه ابن منظور میگه المبارک ما یأتی من قبله الخیر الکثیر، میگه او ذاتی که از جانب از او تمامی نیکی های بسیار زیادی میآید. یعنی وقتی که از جانب الله نیکی های زیاد میآید، بناهن ایره چی میگن؟ القدوس. از خاطر پس الله سبحانه و تعالی تمامی نیکی ها، تمامی خوبی ها، تمامی امور نیکی که هست از جانب الله سبحانه و تعالی هست. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. یعنی الله ذات بسیار مبارک هست و ذات بسیار با برکت هست و ذاتی که تمام خیرها از جانب از او هست. اگر ما مثلا دست داریم، اگر ما قلب داریم، اگر ما معده داریم، اگر بر ما اکسیژن میرسه، این نعمتهای مادی میرسه یا نعمتهای معنوی مثل که ما قرآن عظیم الشان الله بر ما فرستاده، این کلش خیر است. اگر پیغمبر فرستاده، اگر ملائکه را خلق کرده، اگر جنت خلق کرده، این تمام خیر و نیکی ها و خوبی ها کلش از جانب الله سبحانه و تعالی هست. از این خاطر القدوس اول شد به معنای المبارک. دوم القدوس چه قسم بفهمیم که یعنی الله سبحانه و تعالی المتصف بجمیع صفات الکمال. یعنی القدوس به این معنی یعنی ذاتی که موصوف هست یا صفت شده هست به تمامی صفات عظمت و مجد و کمال. پس الله سبحانه و تعالی این قدوس هست. القدوس یعنی ذاتی که دارای تمام صفات کمال از عظمت، از بزرگی، از مجد زیر دارم. وقتی که ملائکه گفتن که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، برای الله گفتن که نقدس لک. ملائکه الله را گفتن که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یا الله ما تسبیح تو را میگیم و تو را نقدس. اینجا مجاهد که یک تابعی هست و از مفسرین قرآن هست، ای چی میگه؟ میگه نقدس لک نعظمک و نکبرک، یعنی ما تو را تقدیس میکنیم به این معنا که یا الله تو را ما با عظمت یاد میکنیم و تو را با بزرگی یاد میکنیم. ابی صالح رحمه الله میگه که و نقدس لک نعظمک و نمجدک، تو را تعظیم میکنیم و تو را تمجید میکنیم. اینجا شد امام طبری رحمه الله میگه که و التقدیس هو التطهیر و التعظیم، هم به معنای تطهیر است و هم به معنای تعظیم است. پس فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی القدوس است، یعنی مبارک است، تمامی خیر و نیکی ها از جانب از او است. دوم الله سبحانه و تعالی قدوس است، یعنی ذات با عظمت است، ذاتی هست که تمامی صفات کمال از عظمت و کبریا و جبروت، کل صفات با عظمت و با بزرگی را او داره. سومین نکته که ما شما باید در اینجا بفهمیم و که چی است؟ که القدوس یعنی و طاهر من العیوب و النقائص فی ذاته و صفاته و افعاله و احکامه. یعنی سوم القدوس ذات هست که پاک است از تمامی عیبها و نقصانها در ذاتش، در صفاتش، در افعالش و در احکامش. یعنی از تمامی عیبها الله سبحانه و تعالی پاک است. علامه طبری رحمه الله چی میگه؟ میگه هو الطاهر من كل ما يضيف الیه المشركون به. میگه او الله سبحانه و تعالی پاک است از تمام او عیبهایی که مشرکین به الله سبحانه و تعالی نسبت میتن و یصفونه به، و الله را به او توصیف میکنه. میگه الله سبحانه و تعالی از او پاک است، مما لیس من صفاته المبارک، از او چیزایی که صفات مبارک نیست. مشرکین بعضی صفاتهای را به الله سبحانه و تعالی نسبت میدن. بنابراین الله سبحانه و تعالی القدوس و پاک است در ذات، در صفات، در افعال و در احکامش. عز الدین ابن سلام یکی از علمای بزرگوار اسلام هست.
رحمه الله تعالی ای چی میگه؟ میگه القدوس المبارک او الطاهر او المنزه عن القبائح. میگه قدوس چه قسم باید بشناسیم؟ بشناسیم که القدوس المنزه المبارک مبارک هست، یعنی تمام برکت ها و تمام خوبی ها و تمام خیر از جانب از اوست. طاهر او طاهر و دیگه پاک هست از تمام عیب ها. و المنزه عن القبائح، از هر زشتی ها الله سبحانه و تعالی پاک است. علامه سعدی که هم مفسر قرآن است، کتابی داره به نام تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان. او میگه المعظم المنزه عن صفات النقص کلها. میگه خلاصه القدوس میگه چه قسم بشناسیم؟ بشناسیم که ذات با عظمت است که پاک است از تمام صفات نقصان. خب از ای عالم بیان میکنه. تمام علما را وقتی که میبینی اینا اقوالشان دمی راستا مین و الله سبحانه و تعالی را میگن که الله سبحانه و تعالی اول المبارک است، دوم ذات هست که دارای تمام صفات کمال از عظمت و کبریا و بزرگی هست، و سوم ذاتی هست که منزه و پاک است از تمام عیبها و نقصانهایی که انسانها او را دارند، تمام عیبهایی که مشرکین او را به الله نسبت میدن، تمامی عیبهایی که انسانهای بیدین در خیال و فکر خود میارن و به الله نسبت میدن. الله سبحانه و تعالی از تمامی عیبها پاک و منزه است. چهارم نقطه ای که در صفت القدوس الله سبحانه و تعالی ما و شما بفهمیم این هست که والمتنزه عن ان یقاربه او یماثله احد فی شیء من الکمال. یعنی الله سبحانه و تعالی پاک است از اینکه کسی به او خود قریب بسازه یا هم مثل بسازه یا هم مانند بسازه، به او خود مشابه بسازه یا قریب به مشابهت و هم مثلی بسازه. العیاذ بالله. الله سبحانه و تعالی ذات القدوس است، با عظمت است که هیچ کسی به الله سبحانه و تعالی مشابهت یا هم مثلی نمی داشته باشه. چرا؟ الله قدوس است. علما میگن که و نقدس لک ای ننسبک الی ما هو من صفاتك من الطهارة من الادناس و ما اضاف الیک اهل الكفر به. از تمام از این چیزهایی که اینا اهل کفر به او نسبت میدن، از او الله سبحانه و تعالی پاک و منزه می باشه و مثل مانند الله سبحانه و تعالی. علامه ابن جوزی چی میگه؟ علامه ابن جوزی میگه که الطاهر من العیوب المنزه عن الانداد والاولاد، یعنی شریک و مثل و مانند الله سبحانه و تعالی ند و اولاد و ایگپا نداره. الله سبحانه و تعالی از تمام از اینا پاک است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.